واردمون شده از طریق دوستان، همکارا، خانواده، همسایه‌ها و کسانی که بارور انرژی‌های منفی برای ما هستن، مثل افرادی که حسادت میکنن، افرادی که عصبانی هستن، عصبانیتی که منجر به خشم میشه. اینطوری متاسفانه دیروز من یک شرایطی رو تجربه کردم که یکی از کارمندای قبلیم به علت سوء تفاهم و نادانی به من حمله ور شد و متاسفانه روی دستم چنگ انداخت و من هم برای دفاع از خودم جلوش رو گرفتم و بهش گفتم که اجازه وارد کردن انرژی منفیش رو به خودم نمیدم و فوق‌العاده رفتار بدی کرد، ولی خب خدا رو شکر بیشتر از این پیش نرفت، شرایط بدتر از این نشد و همین مقدار باقی موند. برای همین امروز تصمیم گرفتم که به خاطر این تجربه تلخ و این انرژی منفی که از طریق خشم، عصبانیت از طرف خودم برای اون آدم، همچنین خشم و عصبانیتی که اون آدم به من وارد کرد به خاطر رفتارش، مدیتیشن کنم و از خودم خارجش کنم و برای همین میخوام که به شما دوستانم یاد بدم که چطور میتونین با اینجور افراد، با اینجور انرژی های منفی مقابله کنین و اجازه ندین که در شما در درازا یا در طی دراز مدت بمونن و خیلی سریع خارجش کنین، چرا که این انرژی منفی میتونه که شما رو انزایت کنه، یعنی افسرده کنه و احساس تلخی بهتون بده و انرژی خیلی پایینی شما رو در سطح انرژی پایین، یعنی فرکانس پایین نگه داره. برای همین بهتره که خیلی سریع ازش خارج بشین، ازش بیاین بیرون و دوباره انرژیتون رو ببرین بالا، سطح انرژی، سطح فرکانس بدنتون رو ببرین بالا و دوباره برسونینش به مقطع عشق، جرأت و بی‌طرفی و همچنین خواستن نه به عنوان آرزو، یعنی تمایل داشتن که تمایل پیدا بکنین برای انجام کارهای روزانه‌تون، برای دیدار کردن با دوستاتون، خانواده‌تون، افرادی که بهتون انرژی مثبت میدن. چرا که اگر شما احساس منفی داشته باشین، عصبانی باشین با کسانی که ملاقات میکنین، متاسفانه شما هم به خاطر حال بدتون به اونها انتقال میدین انرژی رو و خودتون بارور انرژی منفی میشین و این نه برای شما خوب هست و نه برای اطرافیانتون. برای همین برای خودتون یک لباسی رو که آرام بخش هست، آرامش بخش هست، آزاد هست، چیزی که شما رو اذیت نکنه، چسب نباشه، تنگ نباشه، به بدنتون نچسبه، انتخاب کنین موقع مدیتیشن. یک عود خوشبو، اونی که شما از وقتی از شنیدن بوش احساس خوبی پیدا میکنین، روشن کنین و بعد در یک جایی که هوای خوب داره، هوای تمیز داره بشینین به صورت 4 زانو و کمرتون رو راست کنین، سینه سپر، گلو سمت بالا، اینطور نباشین، گلوتون و گردنتون رو بالا نگه دارین. نفس عمیق بکشین، شونه ها رو بدین عقب. مشکلی نیست که پاها این به صورت موازی اینطور روی چیز نباشه، اگر که هنوز قدرتش رو ندارین، همین 4 زانو نشستن اوکی هست، ولی اینطور نباشین، زیاد
زیاد عقب نباشین، در سطح موازی با بدنتون باشین. شروع میکنیم با هم. اول نفس عمیق میکشیم، 3 مرتبه نفس عمیق میکشیم، با 10 ثانیه شمردن دم میگیریم و وقتی که دم گرفتیم به اندازه 3 ثانیه دم رو نگه میداریم و بعد دوباره به اندازه 10 ثانیه، یعنی هر چقدر که طولانی تر باشه خارج کردن بازدم بهتر هست برای شما، چرا که هر چی که هوا بمونه توی ریه هاتون اون انرژی منفی هست که شما میخواین ازش خارج بشین، میخواین ازش بیاین بیرون و بهتره که کامل خارج کنین تا موقعی که دوباره میخواین دوباره دم بگیرین. به این صورت در حالتی که دم و بازدم انجام میدیم بهتره که چشماتون بسته باشه و در دفعه دوم، در دم و بازدم دوم و همچنین در بازدم سوم احساس میکنیم که چشمتون پر از نور میشه و تاریکی اصلا وجود نداره وقتی چشماتون رو میبندید و وقتی که چشماتون رو باز میکنین انگار که به یک دنیای جدیدی وارد شدین، یعنی از اون دنیای بعد، از اون دایره سیاه، دایره بعد با انرژی های منفی خارج میشین و میاین به دنیای موازیتون که دنیای خوبی هست که انتخاب کردین وارد اون بشین. حالا در رابطه با دنیاهای موازی یه سری از دوستان یک سری ویدیوهای خیلی خوبی تهیه کردن که میتونم براتون بذارم و شما میتونین که ببینینش و خودتون قضاوت کنین یا اینکه بیشتر در موردش تحقیق کنین و باهاش بیشتر آشنا بشین. حالا شما هم به احتمال خیلی قوی تجربیات مشابهی، تجربیات بهتری یا در این راستا دارین و اگر هم که ندارین ما رو دنبال کنین و من براتون سعی میکنم که ویدیوهای خوبی بفرستم تا که بتونین با قدرت درونتون آشنا بشین و به روح بزرگ اتصال پیدا بکنین و احساس کنین که دوباره به خونه برگشتین. دنیا با این شرایط بدش در حال حاضر به خاطر کرونا، به خاطر پاندمی، به خاطر جنگ دنیای زیبایی نیست، دنیای بیرون و همچنین این جنگ همون جدل هست، همون جنگ هست و اینو میتونین در خانوادتون پیدا کنین، احساس کنین اگر که انرژی های منفی یا مثبت یا متضاد همدیگه زیاد وجود داشته باشه در اتمسفر. برای همین ما با انجام دادن این سری مدیتیشن ها، یوگا و روش های مایند هیلینگ یعنی شفای ذهن میتونیم از این ماتریکس بد، از این دنیای بد با انرژی های منفی خارج بشیم و برگردیم به خونه برای مدت کمی، مثل اینکه میریم میخوابیم و وقتی میخوابیم نه احساس سرما میکنیم
و نه احساس Yes, yes. گرما Du har lyst til at købe billige mærkevarer i normal. و نه احساس گرسنگی، تشنگی و از این قبیل. برای همین ما دنیامون در روی پلنت ارث، یعنی در روی سیاره زمین، کره زمین، جایی هست که موقتی هستیم. جسممون متعلق به این دنیا هست، به این سیاره هست، ولی روحمون متعلق به این سیاره نیست. برای همین ما احساس غربت میکنیم بعضی وقتا توش، و وقتی که با دوستان خوبمون، با کسایی که انرژی مثبت بهمون میدن ملاقات میکنیم، احساس میکنیم که برگشتیم به خونه و احساس بهتری داریم و با اونها احساس comfortability، یعنی احساس خونه بودن، امنیت میکنیم، آرامش میکنیم. به هر حال دوستان بذارین دوباره با هم ادامه بدیم مدیتیشن رو و به اتمام برسونیمش و بعد در موردش ویدیوهای دیگه ای هم میذارم. امیدوارم که استفاده کامل و لذت رو ببرین و به اون درجه‌ای که من خواهم رسید بعد از مدیتیشن شما هم برسین یا بهتر. اگر هم که نتونستین اونطور که باید به اون درجه برسین اشکالی نداره، دوباره امتحان کنین یواش یواش. به احتمال قوی تنفستون زیاد خوب نیست. انجام تنفس خیلی مهمه، بازدم و دم خیلی مهمه در موقع مدیتیشن، چرا که اول افکار هست که باید خالی بشه از طریق شنیدن این موزیک، این صدای آرام بخش، و بعدش با انجام این کارهایی که بهتون میگم در طی مدیتیشن برای استخراج انرژی منفی و وارد کردن انرژی مثبت. خیلی خوب دوستان، شروع میکنیم. دوباره دم بگیرین، 3 ثانیه نگهش دارین و بعد سعی کنین با تمام وجود یواش یواش، نه با سرعت، خارجش کنین. اگر که احساس استرس یا تشویش دارین، سعی کنین نفس عمیق که میکشین، اگر نمیتونین بدین داخل و در این حد میشه اینطور نفس گرفته میشه، یک چند دفعه نفستون رو نگه دارین توی سینه، حبس کنین و بعد بدین بیرون، سریع ندین بیرون. چند دفعه نفس بکشین تا به اون لول برسین که بتونین نفس عمیق بکشین. حالا شروع کنین به جمع کردن روحتون از هر طرفی که در اون قرار دارین. یعنی اگر که ذهنتون توی خونه مادرتون هست، توی خونه خواهرتون هست، تو خونه برادرتون هست، تو خونه دوستتون هست، سر کارتون هست، پیش یک دوست دیگر هست، پیش یک سفر هست، روحتون رو به خودتون برگردونید با دم گرفتن. روحتون رو صدا بزنین،
اسمتون رو بگین. سلام پروین، خوش اومدی به این بدن. یک نبضی در چشمانتون شروع به زدن میکنه و شما متوجه این نبض میشین. وقتی که متوجه زدن این نبض در چشمانتون میشین، به این معنی هست که روحتون به بدنتون بازگشته و از افکار دور و بر خارج شده و شما اکنون اینجا در بدنتون هستین. افکارتون رو از اقتصادتون، از سلامتیتون، از ما بین دوستاتون، از سفرها، از هر شرایطی که یک گوشه فکرتون اونجا هست برگردونین در خودتون. الان میریم سراغ چاکرای ریشه که چاکرای امنیتتون هست و قرار هست که از طریق چاکرای ریشه شما به خودتون برگردین، یعنی احساس امنیت کنین، احساس آرامش کنین و اینجا باشین، توی این لحظه و از این لحظه لذت ببرین. ترس و ناامنی رو از چاکرای ریشه خارج کنین، تمیز کنین و امنیت رو، آرامش رو، صلح رو به خودتون برگردونین. احساس سنگینی عمیق و شاید حتی درد رو در سرتون احساس کنین و شاید وجودتون از بالانسش مقداری خارج بشه. همش بستگی به مقدار تشنج، اضطراب و ناامنی که احساس کردین طی مدت اخیر هست. این کار فقط با متمرکز شدن روی چاکرای ریشه و روی خارج کردن و روی وارد کردن انجام میشه و با 3 مرتبه نفس عمیق کشیدن و فرستادن انرژی مثبت به چاکرای ریشه و بعد خارج کردن انرژی های منفی از چاکرای ریشه. و دفعه آخر انرژی مثبت وارد، انرژی منفی خارج و به خودتون اجازه بدین و نترسین موقعی که دم میخواین بگیرین و باز دم میخواین بدین که نفستون حبس بشه یا اینجا بمونه مقداری. شما احتیاج دارین که خارج کنین و همه این انرژی منفی رو بیارین بالا، در اینجا نگه دارین، در اینجا نگه دارین و بعد آماده خارج کردنش، استخراجش به طور کلی و یواش یواش از چاکراتون میشه.
چارج منفی بهش وارد نشه. احساسات خوب دارین و اگر که چاکرا مورد حمله ارتعاشات منفی قرار گرفته باشه، ارتعاشات پایین، فرکانس های پایین یا انرژی منفی، این چاکرا احساسات منفی به شما میده. یعنی شما احساساتی مثل خشم، ترس و از این قبیل داریم. بیشتر به خشم ربط داره و چاکرا ریشه هست که به ترس ربط داره. شما در این چاکرا با دوباره دم گرفتن و بازدم گرفتن، اگر که خشمگین هستین، اگر که ناراحت هستین، میتونین این کار رو انجام بدین و این چاکرا رو تمیز کنین. چاکرا رنگش نارنجی هست و مربوط به چاکرای احساسات میشه و شما با تمیز کردنش احساس آرامش و احساس خوشحالی میکنید. 3 مرتبه انجام میدیم این دم و بازدم رو. چاکرای خورشیدی که مربوط به احساس بالانس هست. یعنی شما احساس میکنید که در خودتون بالانس رو ایجاد کردین. اگر که از بالانس خارج هستین، یعنی به کاراتون نمیرسین، با افرادی که صحبت میکنین با عجله صحبت میکنین و نمیتونین صحبتاتون یا حرفاتون رو به طور شمرده و آروم القا کنین و سوء تفاهم پیش میاد. اینا مربوط به بالانستون هست. شما از بالانس خارج هستین، بالانستون مورد حمله قرار گرفته از انرژی های منفی، از طریق فرکانس پایین نشستن و برخاست کردن با افرادی که فرکانس پایین دارن، در فرکانس پایین به سر میبرن و مدت زمان طولانی هست که این کار رو میکنن. متاسفانه به طور ناخودآگاه، یعنی ندونسته. اگر که متوجه بشن هرگز این کار رو با خودشون نمیکنن. ولی شمایی که اینک آگاه شدین و متوجه این شرایط شدین و میخواین به خودتون کمک بکنین تا که احساس بهتری پیدا بکنین، چه موردتر صحبت کنین، احساس بالانس کنین، یعنی خواسته هاتون رو کم کنین و از داشته هاتون لذت ببرین و متشکر باشین. نفس عمیق و 3 مرتبه نگهش دارین.
fermenteret mælkedrik, der indeholder 20 milliarder L-kasser af Shirota-bakterier, designet til at nå din tarme i live. Yakult blev opfundet i Japan i 1935 og nydes i dag af millioner af mennesker i mere end 40 lande. Du kan finde Yakult i Føtex, Bilka. الان چاکرای بالانستون، چاکرای خورشیدیتون که به رنگ زرد هست، یعنی مربوط به خلاقیت هم میشه. سعی کردین مثل یک ترازویی که یک برش بالاست یک برش پایین هست، این رو متعادل کنید تا حدودی و توی این لول قرارش بدید. توی دوره اول مدیتیشن، دفعه اول مدیتیشن احتمال داره به اون حد نرسین یا به اون شرایط نرسین، ولی ادامه دادن، تکرار کردن فقط و فقط مفید هست. الان میریم به چاکرای گلو که به رنگ آبی هست، رنگ سبز معذرت، چاکرای قلب. به چاکرای قلب میریم که چاکرای عدالت هست یا چاکرای عشق هست و شما حقیقت جو هستین در اینجا. و اگر که این چاکرا مورد حمله قرار گرفته باشه و کثیف شده باشه، شما شاید احساس حسادت بکنین، شاید احساس دوست نداشته شدن احساس کنین که عدالت مهم نیست و همه چیز مبنی بر عدالت نیست و میتونین کارهای بدی هم انجام بدین. در این شرایط این چاکرا مورد حمله قرار گرفته و وارد انرژی منفی شده و از بالانس خودش خارج شده. دوباره با بازدم گرفتن و نگه داشتن دم در 3 ثانیه و حتی بیشتر هم میتونین، بستگی به تمرین خودتون داره که چقدر شما تمرین دارین و وقتی که تمرینتون بالا میره تعداد ثانیه هایی که شما میتونین دمتون رو نگه دارین بالاتر میره و حتی اگر بتونین تا 10 ثانیه نگه دارین دم رو و در موقع استخراج دم یعنی در بازدم طولانی تر باشه، شما در آرامش بیشتری قرار میگیرین و راحت تر به بالانس برمیگردین، چون که در خداوند عشق هست و لذت و آرامش و هیچ چیزی با عجله انجام نمیشه و باید که ما یاد بگیریم که احساس عجله رو از خودمون خارج کنیم و احساس صبر رو به خودمون وارد کنیم و هر چقدر که ما صبورتر بشیم وقت داریم برای اینکه بهتر فکر کنیم، بهتر حس کنیم و بیشتر دوست داشته باشیم و کمتر نفرت بورزیم. باشه دوستان، میریم سراغ بعدی. راستگویی، رک بودن
دلتون رو به کسی بزنید موقعی که در حالت صحبت کردن با کسی هستید. اون فرد جلوی حرف شما رو میگیره و به شما اجازه صحبت کردن نمیده و شما نمیتونین حرفی که میخواین رو بهش بزنید و به قول معروف اینجا یه بغض به وجود میاد و این همون انرژی منفی هست که از طرف اون فرد یا از طریق اون شرایط بهتون وارد شد که شما الان با دوباره دم و بازدم این چاکرا رو تمیز میکنیم و از این به بعد یواش یواش شروع میکنیم جملات یا حرفی که میخوایم به کسی بگین رو در قالب یک صحبت مثبت، یک طریقه مثبت به طرف القا کنیم. اگر که نمیتونین با شخص صحبت کنین صداتون رو در بیارین، براش یک وایس بذارین، بنویسین و صحبتتون رو توی یک پاکت قشنگ بپیچین و بهش تحویل بدین. اگر که اون فرد در قید حیات نیست میتونین باز هم باهاش صحبت کنین، چرا که با اون فرد شما در هر حالتی میتونین صحبت کنین. شما در واقع با هر کسی میتونین در هر شرایطی صحبت کنین. اگر که اون شخص نمیخواد گوش بده شما میتونین برین خونه یا در یک شرایطی که با جسم اون شخص در ارتباط نیستین با روح اون شخص در ارتباط بشین. یعنی اینکه وقتی که توی خونه تنها هستین میتونین عکس اون شخص رو جلوی خودتون بذارین یا اینکه اون شخص رو تجسم کنین که جلوی شما نشسته هست و شروع کنین با اون صحبت کردن و وقتی که با اون شخص اینطور صحبت میکنین اون میشنوه، احساس میکنه که شما دارین باهاش صحبت میکنین و متوجه میشه، حواسش رو میده به شما و بعد شاید که خود اون طرف با شما تماس بگیره و بگه فلانی من احساس میکنم که ما باید یک مقداری با هم صحبت بکنیم، یه سری ناگفته ها هست که بهتره گفته بشه، یا اینکه شما میتونید براش در قالب پیامی این کار رو انجام بدید. به هر حال الان چاکرای گلو رو تمیز میکنیم و دوباره از نو شروع میکنیم. اشکالی نداره اگه موفق نشدیم باز دوباره این کار رو انجام بدیم در یک وقت بهتری. چشم سوم پیشونی و اینجا حقیقت بینی هست. در رابطه با حقیقت بینی هست اگر که شما احساس میکنید که نمیتونین جلوتون رو ببینید، چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روحی، با افرادی سر و کار دارین یا ملاقات میکنین یا دور و برتون هستن که شما حقیقت اونها رو نمیبینین و اونها یک رو در جلوی شما دارن و یک روی دیگه پشت سرتون دارن و برای شما نقشه چینی میکنن و افکار پلید در سر میپرورونن و شما رو مورد حمله قرار میدن از طریق
همچنین افراد خوبی هم هستن که برای شما انرژی مثبت میفرستن و خیر شما رو میخوان و شما متوجه نیستین، نمیتونین ببینین به خاطر اینکه چشم سوم شما بسته است یا اینکه کثیف شده، به خاطر هر چیزی میتونه باشه. و این همون ارتباط برقرار کردن با افرادی هست که در فرکانس پایین قرار دارن و با انرژی های منفی در ارتباط هستن و اون کسی که سیب زمینی داشته باشه برای شما، برای خودش به شما هم سیب زمینی تعارف میکنه. اون کسی که گل داشته باشه برای خودش، برای شما هم گل تعارف میکنه. پس برای اینکه بتونین حقیقت رو ببینین و چشم سومتون رو فعال کنین دوباره، یه سری کارها هست از قبیل اینکه از فلوراید خودداری کنین، از وارد کردن فلوراید به بدنتون. در آب فلوراید قرار داره، در خمیر دندون، در موادی که مربوط به دهان میشه و حتی در نمک هم متاسفانه مقدار زیادی فلوراید وارد کردن که بعضیا هستن میگن که از طریق ریحون، سبزی ریحون میتونین این فلوراید آب رو استخراج کنین و از نمک هیمالایا، از نمک صورتی رنگ که وارد سیستم بهندین یا دواداز داده شدن یا زده شدن نبوده، میتونین استفاده بکنین و میتونین برای تمیز کردن دهانتون و تمیز نگه داشتن دهانتون از این تیغ‌هایی که برای زبان هست که زبان رو تمیز میکنه از اونها استفاده بکنین و همون مسواک خالی اوکی هست و حتی میتونین با همون نمک هیمالایا از اون استفاده بکنین و آب نوشیدنیتون رو با همین سبزی ریحان آغشته کنین یا درش لیمو، خیار و همچنین زنجبیل برای شستشوی بدن، نعنا و اینجور چیزا، حتی مثلا میوه های دیگه هم میتونین داخل آب قرار بدین و یا اینکه از آب مثلا خیار بخورین، گوجه بخورین، هندوانه بخورین، از میوه‌جات و سبزیجاتی که پر از آب هستن از اونها استفاده بکنین و تغذیه بکنین و آب بدنتون رو از اون طریق نگه دارین، هایدریت نگه دارین بدنتون. باشه عزیزان، میریم سراغ چاکرای چشم سوم، چاکرای پیشونی. این رو تمیز بکنیم و بعد میریم سراغ چاکرای تاج که اون میشه آگاهی برتر ما یا همون روح بزرگ و این رنگش هست بنفش و این همون رنگ زیبایی هست که ما رو متاسفانه ازش میترسونن و میگن که خوب نیست برای پوستمون، برای چشممون، برای وجودمون، در حالی که این همون آسمون هفتم و این همون بعد هفتمی هست که ما میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم از طریق چاکرای تاج. باشه عزیزان، بریم سراغ کرون، چاکرای چشم سوم. دوباره نفس عمیق میکشیم و تا حدود 3 ثانیه و حتی بیشتر نگه میداریم و خارج میکنیم در 3 مرحله.
اطلاعاتی که احتیاج داریم برای انجام کارهای روزانمون، مأموریتی که روی این زمین داریم در طول ساعات بیداریمون، ساعتی که روی این زمین، کره زمین به سر میبریم، احتیاج به این اطلاعات داریم تا اینکه چطور بتونیم نویگیت کنیم، راهیابی کنیم و اتصال به این چاکرا دوباره همین از طریق دم و بازدم هست و افکارتون رو ساکت میکنه و اون موقع خود اطلاعات، خود اون نیازی که شما دارین برای دریافت اطلاعات بهتون داده میشه. کافیه که شما متمرکز بشین، نفس عمیق بکشین و بگذارین تا این اطلاعات بهتون برسه و بعد از اینکه این اطلاعات بهتون رسید یک قلم و دفتر کنار دستتون داشته باشین و این افکارتون رو بنویسین، چرا که اینا در مدت زمان خیلی کوتاهی بهتون وارد میشه، چرا که شما فرکانستون رو آوردین در اون سطح بالا. بهش میگن روشن فکری، روشنگری، ما بین فرکانس 700 تا 1000 هست و شما از این طریق اتصال پیدا میکنین به آسمون هفتم و بهش میگن بایگانی آکاشیک. بریم Næste station. 3 år. Så længe har vi ventet. Så længe siden. نمسته. خیلی خوب عزیزان، ممنون از اینکه همراهی کردین و امیدوارم که استفاده لازم و کامل رو برده باشین. اگر سوالی هست یا احتیاج به اطلاعات بیشتری دارین در مورد چاکراها، در مورد چشم سوم، در مورد بایگانی آکاشیک، در هر موردی که توی این ویدیو ذکر کردم، خوش میایم و من خوشحال میشم به اینکه به سوالاتون جواب بدم. روز خیلی خوبی داشته باشین و به امید دیدار به زودی.